سلام، من نیلوفرم. به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. این دومین و آخرین قسمت از مراسم عزاداری بالی و من پیشنهاد میکنم بهتون که اگه قسمت اول رو ندیدید حتما قسمت اول رو ببینید، بعد بیایید این قسمت رو ببینید. و مسئله بعد این که میخوام یه توضیح خیلی کوتاهی بدم راجع به این مراسم. این که اول اون نحوه آتیش زدن اون فردی که فوت شده رو میبینید که اصلا جنازه‌ای نمیبینید، این مثل قسمت اول نیست. و دوم این که یه مراسم خیلی عجیب شرط بندی داشتن توش که به نظرم عجیب ترین اتفاقی بود که من دیدم توی مراسم عزاداری میتونه باشه. سومین چیزی که میبینید اینی که جنازه رو میبرن به سمت یه رودخونه تا خاکسترش رو بدن به دست آب و به نظرم خیلی خیلی جالبه اگه ببینید و خیلی تفاوت خیلی زیادی با مراسم‌های عزاداری که تا الان دیدین داره و پیشنهاد میکنم که حتما ببینید و برای دوستاتون بفرستید. یادتون نره سابسکرایب کنید، لایک کنید و اگه میتونید و دوست داشتید برای بقیه هم بفرستید. همونطوری که اول ویدیو بهتون گفتم این دومین قسمت از این مراسمه و حتی خود مراسم هم تو 2 روز مختلف اجرا شده، یعنی روزی که اون جنازه رو میشورن در یک روز و روزی که آتیشش میزنن چند روز بعد اتفاق میفته. این مراسم با راهپیمایی تمامی فامیل های درجه 1 و آدم هایی که اونو میشناسن از جلوی در خونه یه فردی که فوت شده تا به مکانی که میخوان این جنازه رو آتیش بزنن انجام میشه. همراه با تمام آدمایی که دارن راهپیمایی میکنن جنازه رو توی یه تابوت خیلی بزرگ و با شکوه همراه با خودشون میبرن اونجا و به اونجا که رسیدن جنازه رو از اون تابوت بزرگ میارن پایین که خودش توی تابوت کوچیک‌تره و دور یک تپه‌ای که براشون مقدس بود در اون مکان 7 دور چرخوندند و بیشتر آدم‌هایی که توی این صف همراه با اون جنازه دارن میچرخن معمولا افراد درجه 1 خانواده هستن، اما کسانی که زیر تابوت رو میگیرن میتونن از اهالی روستا یا از فامیل‌های دورتر باشن. چرا؟ چون که معتقدن اگر زیر تابوت یک نفر رو بگیری در واقع کارماهات به بهترین شکل پاک میشه. بعد از 7 دور چرخوندن جنازه به دور تپه انگار مجوز وارد شدن به تابوت اصلی رو به جنازه دادند و جنازه آماده اینه که وارد تابوت اصلی که به شکل گاو بسیار بزرگ و مقدس هست بشه و آماده مراسم اصلی کل مراسم نابن بشه. به محض اینکه جنازه رو توی تابوت اصلی میذارن گروه موسیقی هم تندترین آهنگ کل مراسم رو مینوازه و انگار یک هیجان خیلی زیادی رو به جمع میده. شاید آهنگ بیداری انسان‌هایی که اونجا هستن. در حین اینکه موسیقی داره نواخته میشه یک کشیش جلوی تابوت میشینه برای عبادت کردن و بدون اینکه کسی چیزی بگه یا حرفی بزنه هر کسی که تمایل داره در این دعا شرکت کنه پشت کشیش میشینه برای عبادت کردن برای اون کسی که فوت شده طلب خیر کنه. اگر کسی تمایل داره که به روح اون فردی که فوت شده کمک کنه در واقع پیشکش‌هایی رو برای خدا میاره که با اون سوزونده بشه و اون پیشکش‌ها چیزی نیست جز کمی آب، گل و یه مقدار غذا. اینجا تابوت آماده سوزوندنه و پایه‌های اون رو محکم میکنن که به سمت چپ یا راست در هنگام آتش سوزی منحرف نشه. قبل از شروع شدن مراسم بدن اون جنازه رو به یک روغنی آغشته میکنن
که هنگام آتش سوزی سوختن جنازه راحت تر باشه و کل این سوزوندن جنازه 10 دقیقه تا 1 ربع همراه با تابوت طول نمیکشه. به نوعی تابوت جنس تابوت هم از چوب‌های بامبوه و خیلی راحت قابل اشتعاله. هندوهای اهل بالی معتقدند که در هنگام مراسم نابن مراسم دیگری هم باید انجام بشه به نام نیکه. نیکه در واقع پاک کردن گناه‌های کبیره انسانیه که فوت شده و اون گناه‌ها عبارتند از گناهی که از مسیر زندگی ما حاصل شده، گناهی که از قضای ما در زندگی حاصل میشه، گناهی که از دستهای ما حاصل میشه و گناهی که ناشی از رفتار جنسی ماست و آخرین گناه گناهیه که از گفتار ما یا از دهان ما حاصل میشه. بعد از مراسم آتش زدن جنازه خاکستر اون رو جمع میکنن و طی یک مراسم خیلی کوتاه توسط یک کشیش همراه با آب و گل تطهیر میدن. این مراسمی که الان دارید میبینید قطعاً یکی از عجیبترین و جالبترین مراسماییه که میتونه توی یک عزاداری اتفاق بیفته. این مراسم یک مراسم شرط بندیه که طبق رسم و رسوماتی که توی بالی هست این مراسم باید در مراسم عزاداری اجرا بشه. در فرهنگ جزیره بالی شرط بندی یکی از تفریحاتیه که این مردم در این جزیره انجام میدن و معتقدن که انجام دادن این کار توی مراسم عزاداری هم روح اون آدم رو شاد میکنه، همین که نشاط و سرزندگی رو به آدمایی که زنده هستن میبخشه. بعد از اتمام شرط بندی یک نفر مسئول این میشه که یک قسمتی از خاکسترها رو توی ظرف جدا بذاره و مابقی خاکسترها رو با گل و وسایلی که میبینید توی پارچه بپیچه برای ادامه مراسم. اون بخشی از خاکستر که داخل ظرف گذاشته شده با یک آب مقدس و یک ذره آب نارگیل مخلوط میشه و به داخل یک نارگیل کوچیک ریخته میشه.
Tenda di sana nih jangan dijual anu perusahaan baru. Kalau sini jangan malu naik celap. و بالاخره راهپیمایی آخر که یه جورایی خداحافظی آخره که تمام آدمای روستا جمع شدن با افراد نزدیک اون فرد برن به سمت رودخونه برای خداحافظی. و در آخر خاکستر فرد فوت شده رو به دست آب میسپارن که به نوعی آخرین ملوکات یا تطهیر با آب هست. Nó langsung lebar. Ada tiup pak? Ada tiup. Nah, yang mana bu? Nah. Sudah ada dah ya. Sudah ada punya semua. Mangkuk mungkin lebarnya. Takut saya bu. Bermasuk jadi kamera. Agaknya jauh tuh. Celap ini yang pun ijaz yang bekal nih. Ini perna bejo tuh. Peninggalan dong dia. Dong. Sorry. Jauh lain kan dari lap. Tidak disengaja. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو نگاه کردین و امیدوارم تاثیر هر چند کوچیکی این ویدیو تونسته باشه تو دیدگاه شما بذاره. حتما برام کامنت بذارید و دیدگاه خودتون رو نسبت به این مراسم برام بنویسید. Lang